بسم الله الرحمن الرحیم. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. آیا اسلام دین جنگ است یا دین صلح؟ بخش پنجم، ردی بر اراجیف شفیع عیار در ویدیوی 1075. در بخش چهارمی بحث دروغ‌های شاخدار پادری شفیع عیار یا ملا شفیع عیار که طبعا ملای مسیحی است افشا و روشن ساختیم که آیات‌های 42، 45، 46، 49، 81، 84 سوره توبه که پادری شفیع با مکاری با سوء استفاده از اونا مردم فریب میته درباره منافقین مدینه نازل شده که تعدادشان 370 نفر بود و نه درباره عموم مسلمانان مدینه که پیروان مخلص و فداکار رسول خدا صلی الله علیه وسلم بودند و تعدادشان به 10,000 نفر می رسید. همچنان ثابت ساختیم که منافقان مدینه کافر بودند و نه مسلمان و طبیعی است که یک کافر باید دشمن مسلمانان و دشمن خدا و پیغمبرش و قرآن باشه، مثل که پادری شفیع دشمن ایناست. و این را هم ثابت ساختیم که کشیش شفیع از او آیت‌های چشم پوشی میکنه که درباره مسلمانای راستین و پیروان صدیق پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم نازل شده و جانبازی و ایثار و فداکاری بی‌نظیرشان ثابت می‌سازند. اینک ما برای جلوگیری از اتناب و طولانی شدن بحث تنها شماره های او آیات کریمه را به زبان میاریم تا اگر کسی خواسته باشه این آیات با ترجمه هایشان در تفسیر کابلی و یا هر تفسیر فارسی دیگری بخوانه و بفهمه که پادری شفیع بسیار کذاب و دروغگو و فریبکار است و یاران فداکار و ایثارگر پیامبر گرامی اسلام هرگز آنگونه نبودند که او میگه که بهانه می آوردند و به زمین چسبیده بودند و نمیخواستند به جنگ بروند و محمد اونا را مجبور می ساخت و وادار می ساخت. اینا کلش دروغ است و هیچگاه اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، اصحاب راستین، مسلمانای راستین، هیچگاه از فرمان خدا و رسول سرکشی نکرده و در دفاع از وطن خود مدینه و دینشان اسلام در برابر متجاوزان و مهاجمان آماده هر نوع قربانی بودند. آیاتایی که پادری شفیع از اونا با نهایت دیده درایی چشم پوشی میکنه و در سوره توبه وجود دارند و در اونا صفات ایثار و فداکاری اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و عشقشان به اسلام و قرآن بیان شده. شمارهایشان این قسم است: آیت 43، آیت 44، آیت 47، آیت 71، آیت 89، آیت 92 که اینا را پادری شفیع نمیخوانه. پادری شفیع عیار بعد از اینکه ترجمه آیت 42 سوره توبه را که درباره منافقین است میخوانه، خیز میزنه و با آیت 45 میرسه و میگه آیت 45، آیت بعدی. آیا در کورس اکابری که کشیش عیار اونجا درس خوانده برش یاد دادن که بعد از 42 45 میایه؟ 43 و 44 کجا شد؟ و بعد از خواندن ترجمه آیت 46 یک جفتک میزنه و میرسه با آیت 49. اگر به جنابشان بگویی که پادری شفیع بعد از آیت 46 آیت 47 و بعد از او 48 میایه، اونا چه شدن؟ خواهد گفت نه، شما حساب صحیح نمیدانین، بعد از 46 49 میایه. میبینین که شخص هیلگر چطور با چالاکی و تردستی با گفته خودش سایکولوژیکلی با عقلای مردم بازی میکنه و اونا را غول و احمق و نادان فکر میکنه و در آخر هم با نهایت بیشرمی میگه اگه همی گپای ما صحیح نباشه گردن مرا با کارد ببرین. توفو بر چونین بی‌حیایی، توفو. بیاین جست زدنها و خیزکهای پادری شفیع را از زبان خودش بشنویم که یک فکایی برتان باشه. باز آیا مردم قبول کرده که برن در جنگ؟ نه، مردم نمیخواید در جنگ بره، نمیخواید بکشن. امید تینت انسان است که نه بکشن نه کشته شن. یا را باید بازی بدی که برن بکشن یا کشته شن. باز این حال تشریح میکنه که حضرت محمد چقدر مشکل داشته با مردم. میگه استاپ، پیش نرو پادری شفیع، همینجا بریک کو. سردار عالم و رهبر بزرگ بشریت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم که روی دشمنانش سیاه با یاران مخلص و اصحاب فداکارش هیچ مشکلی نداشت. البته با بتپرستان خونخوار مکه که اذیتش میکردند و آزارش میدادند و یارانش تعذیب میکردند و میکشتند و مقاطعه اقتصادیش کردند مشکل داشت. در مدینه هم با اکثریت اهل مدینه که مسلمانان و از اصحاب فداکارش بوده و برای هر نوع قربانی در راه دین بر حقش با مال و جان خود آماده بودند هیچ مشکلی نداشت. بلکه با منافقان فتنگر
و دسیسه ساز و یهودان عهدشکن که پیوسته فتنه‌گری می‌کردند و همه تلاش خود بر از بین بردن پیامبر و دینش و پیروانش به کار می‌بردند مشکل داشت و این طبیعی است که اهل حق همیشه با اهل باطل مشکل دارند. بله، پیغمبر راستین الهی با یاران صادقش مشکلی نداشت، اما تو باید با کسانی که عقل دارند و منطق دارند و وجدان دارند مشکل داشته باشی که چطور این دروغ‌های شاخدار و دمدار با اونا بقبولانی. کسی که اندکی از تاریخ او وقت آگاهی داشته و مطالعه کرده باشه و حتی اگر از دشمنان قسم خورده اسلام هم باشه اما اندکی وجدان داشته باشه نمیتونه دروغ‌های تو را قبول کنه. تو با نهایت بی‌حیایی و چشم سفیدی به خورد مردم این دروغا را میتی و با تقلب و حیله و نیرنگ و پنهان کردن حقایق به چشمشان خاک پاش میتی. اونایی که گپای واهی و بی اساس تو را میشنوند و برات چک میکنند هم میدانند که تو دروغ میگی، اما چون مثل تو یا مفکوره الهادی دارند و یا عقیده سه خدایی بر سر وجدان خود پای میمانند و دروغ‌های چندشاور تو را چشم بسته قبول میکنند و یا هم ساده‌لوانی هستند که معلوماتی در مورد دینشان اسلام ندارند و جاهلانه گمان میکنند که تو راست میگی. پادری شفیع، اگرچه همه ملحدین و دشمنان اسلام دروغ میگن و همیشه نصوص قرآنی و احادیث غلط ترجمه میکنن، اما فرق تو با دیگرها ایست که اونا دروغ‌های خود کم شاخ و دمش میبرن و این طرف و طرفش زیب و زینت میتن و کمی به شکل حقیقت در میارن و بعد به خورد مردم میتن که یک چند وقتی افشا نمیشه و دوام پیدا میکنه. اما تو چنان پر رو دیده داره هستی که در قصه از این نیستی که مردم شاخ و دم دروغای تا ببینن و مشتت نزدشان باز شوه. مثال تو دیگر ملحدین مثال همون دو برادر است که در حکایت‌های قدیمی وجود داره و اوی قسم است که در قدیم دو برادر بودن که یکیش هر وقت پیش پادشاه میرفت و دروغ میگفت جایزه میگرفت و سرمایه‌دار شده بود. برادر دیگه‌اش یک روز با خود فکر کرد، گفت برادرم از راه دروغ سرمایه‌دار شده و من تو فقیر و بیچاره هستم، بیا که من هم از این پس دروغ گفتن شروع کنم. رفت پیش پادشاه، گفت پادشاه صاحب من امروز یک سگ دیدم که دعوا میپرید و غوغا میکرد. پادشاه گفت ببرین دروغگوی رزیل گردن بزنین. برادرش خبر شد و دویده پیش پادشاه رفت و گفت عالم پناه قربانتان شوم، او را گردن نزنین. او دیروز یک کرگس دیده که یک چوچه سگ از زمین گرفته بود و پرواز میکرد و چوچه سگ غوغا میکرد، این خیالش که سگ پرواز کرده. پادشاه گفت الهش کنین و گفت من میدانم که تو هم دروغ میگی، اما تو با دروغ لباس راستی را میپوشانی و زیب و زینت میتی و قابل قبول میسازی، اما او لیاقت نداره و مثل تو در دروغگویی ماهر نیست. پادری شفیع، تو هم مثل همی آدم هستی و چنان دروغهای کلان و شرماور میگی که هیچ احمقی نمیتونه او را باور کنه تا چه رسه به مردم هوشیار. اما چون یک تعدادی هم فکر و هم دین تو هستند بر جایزه تأییدی میتن، البته با زیر پا کردن وجدانهایشان و خندیدن به عقلای خودشان. و مثل همون پادشاه وقتی که ویدیوهای مردار تو را میبینن و حرفای مسخره تا میشنون به تو میگن ما میفهمیم که تو دروغ میگی، اما چون اسلام و پیغمبرش و کتابش با بسیار بی ادبی و لچکی دو میزنی، لذا ما به تو بهبه و آفرین میگیم. پادری شفیع، تمام این دروغهای تو را که میگی محمد مشکل داشت و مردم نمی جنگیدند و محمد اونا را با تطمیع و تهدید به جنگ وادار می ساخت، فقط هم یک آیه کریمه سوره توبه باطل میکنه و این مصداق همون ضرب المثلی است که میگن یک سنگ برای فرار دادن 1000 کرگس کافی است. الله متعال بعد از اینکه در آیه های 42 45 46 49 81 84 سوره توبه که در اونا کارشکنی ها و بهانه تراشی ها و نفاق و دروغ بافی منافقین مدینه را برای گریز از غزوه تبوک بیان میکنه و تو به شرمانه اونا را درباره مسلمانای صادق مدینه و یاران راستین پیامبر الهی به کار میبری و برای بدنام کردنشان از اونا سوء استفاده میکنی. بله، خداوند بعد از بیان موقف گیری منافقین مدینه، موقف مسلمان ها و اصحاب فداکار رسول خدا را در آیه 88 سوره توبه که تو از او امثالش مکارانه چشم پوشی میکنی این قسم بیان میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظیم. لیکن رسول و آنان که ایمان آوردند به معیت رسول جهاد کردند با مالهای خود و نفسهای خود و آن گروه هست ایشان را نیکیها و آن گروه ایشانند به مقصد رسیدگان. آماده کرده الله برای ایشان جنتها را که روان است از زیر درختان آنها جویها در حالی که جاوید باشند در آن. این است کامیابی بزرگ. تفسیر: در مقابل منافقین ذکر مؤمنین مخلص به میان آمده. بنگرید اینها بندگان وفادار خدایند که در راه وی از نثار جان دریغ نمی کنند و از صرف مال صرفه نمی نمایند اگرچه موقع خطر و هلاکت باشد. در راه حمایت اسلام و معیت پیغمبر آن به هر گونه فداکاری آماده می باشند. اگر نصیب اینها فلاح و کامیابی نیست پس نصیب کیست؟ خب کشش شفیع: آیا محمد با مردمی که جانهای خود در راه دفاع از اسلام و وطنشان مدینه فدا میکردند و این آیه کریمه همین موضوع را بیان میکنه که تو از او چشم پوشی میکنی و نمیخوانی و اونا مالهای خود به حساب در این را خرج میکردند مشکل داشت؟ اگر تو اندک حیا داشته باشی باید بعد از افشای این دروغ بزرگت گنگه شوی و میدان مانده بگریزی، اما تو چنان شرم و حیا و وجدان زیر پای کردی که اصلا به رسوا و بیاب شدن ارزش نمیتی. کشش شفیع عیار: گفتیم که تو مثل عمود دروغگوی هستی که با پادشاه گفته بود سگ دیدم که به هوا میپرید و غوغا میکرد. تو وقتی که دروغ میگی چون سواد و هوش و حواس نداری و هوش و حواست به پیسه است، به اصطلاح عوام یک فاول میزنی که همه دروغایت برباد میته. بیا خودت بشنو. 45 آیت بعدی: فقط افرادی که به خدا و روز آخرت ایمان ندارند و دلشان دچار شک و تردید است برای ماندن از تو اجازه میخواهند. ایرانی‌ها یک مقوله دارن که میگن قسم حضرت عباس باور کنیم یا دم خروسه. قصه از اوی قسم است که یک مرغدوز مثل تو یک خروس دزدی کرده و او را زیر کرتیش پود کرده بوده، اما از بس که مثل تو هوشپرک و ورخطا بوده متوجه نبوده که دم خروس از چاک پشت کرتیش بیرون شده و معلوم میشه. مردمی که او را دیدن پیش آمدن گفتن چرا خروس مردم دزدی کردی؟ او فکر میکرد چون خروس از زیر کرتیش پود کرده مردم نمیدانن، لذا قسم میخورد که به حضرت عباس قسم ما چیزی را دزدی نکردیم. چندین دفعه این قسم خورد. آخر مردم برش گفتن قسم حضرت عباس باور کنیم یا دم خروسه. تو هم در ویدیوی مسخرهت با 1000 چال و نیرنگ و شیطنت و دجالی جان کنده تلاش کردی که ثابت بسازی که مشارن الیه آیات‌های نازل شده درباره منافقین مسلمانای راستین مدینه بودند و پیامبر اسلام با اونا مشکل داشت و نه منافقین. یعنی کوشش کردی آیات‌هایی را که درباره منافقین نازل شده بگویی که درباره عموم مردم مدینه یعنی مسلمانان نازل شده که اونا با پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم به جهاد نمی رفتن و پیغمبر با اونا مشکل داشت. اما از نهایت بیسوادی و جهالت و کرذهنی متوجه نشدی که لفظ فقط از آیتی که همیال خواندی حذف میکردی و به این ترتیب مشتت باز و رویت سیاه نمیشد. اما با گفته همون یک درامه ایرانی که میگه باز که ابلهی ندانستی که کلمه فقط چه معنی داره. جناب پادری شفیع بیسواد: کلمه فقط هم در ادبیات و نوشته ها و هم اشعار فارسی و هم در بین عامه مردم تنها و منحصرا ولا غیر معنی داره. مثلا اگر تو یک روز به فرض محال 20 نفر مهمان کنی و به خانمت بگی که برای 20 نفر نان جور کو و در موعد معین تنها 5 نفر بیاین و خانمت از تو بپرسه که چند نفر آمدن، تو بگوی 5 نفر، خانمت به تو خواد گفت فقط همین 5 نفر، یعنی از 20 نفر تنها همین 5 نفر آمدن و اکثریت یعنی 15 نفر دیگه نامدن. یعنی اینجا مهمانای تو به 2 دسته تقسیم شدن: کسایی که آمدن و اونا اقلیت هستن و کسایی که نامدن و اونا اکثریت هستن. چون در گفتگوی مروج مردم و همچنان در ادبیات فارسی کلمه فقط معمولا برای اقلیت استعمال میشه. به همین قسم آیتی که تو ترجمه از او را لنگیده میخوانی،
اشاره به دو طبقه از مردمی داره که پیامبر گرامی اسلام با اونا تعامل داشت: منافقان و مسلمانان راستین. درباره منافقان در همین آیت 45 سوره توبه لفظ فقط استعمال شده که خداوند به پیامبرش میگه از حق مردم گرد و پیش تو فقط، یعنی تنها اونایی از رفتن با تو به غزوه تبوک عذر پیش میکنند و بهانه میارند و شانه خالی میکنند که به خدا و آخرت ایمان ندارند و در دلهایشان شک است. یعنی منافق هستند، چون منافق کسی است که به زبان ایمان داشته و در دل شک باشه. و این آیت میگه اینا کم و انگشت شمار هستند، چون لفظ فقط همین معنا را داره. اما اکثریت که مؤمنان صادق هستند و با پیامبر بر دفاع از دین و وطنشان به هر نوع ایثار و فداکاری حاضر هستند و شمارشان هزاران نفر است. اونا میدانند که دین و وطنشان مورد تهاجم قرار گرفته، لذا جهاد سرشان فرض است و با تو میرن و هیچ عذر و بهانه‌ای نمیارن، چون هیچ مسلمانی برای ادای فرض الهی از دیگری اجازه نمیطلبه و حکم اونا و حالتشان و موقف گیریشان در آیت 88 بیان شده که پیشتر تلاوت کردیم، اما تو از او چشم پوشی کردی و نخواندی. پادری شفیع بسواد، اینجا دو کلمه است، یکی فقط و دیگهش لکن، که فقط اقلیت افاده میکنه و لکن استثناست که اکثریت از حکم فقط جدا میسازه. و مثال دیگه میارم، مثلا تو وقتی که در افغانستان مرغدوزی میکدی و رئیس مرغدوزدا که تو برش کار میکدی، وقتی برش 15 تا مرغ دوزی کده میبردی ازت خوش میشد و برای جایزه و معاش خوب میداد. اما روزی که مرغ زیاد گیرت نمی آمد و 2 یا 3 تا مرغ نمیتونستی زیادتر دوزی کنی، سرت قار میشد و میگفت فقط همی 2 تا مرغ آوردی و تو به عذر و زاری و گریه شروع میکدی که اینا آقای رئیس به مارکس و مائو لینین قسم من نمیتونم، چطور کنم یا رئیس؟ مردم همه بیدار شدن و شعار شدن، من نمیتونم، یقین کن نمیتونم. در این آیتی که تو ترجمهش میخوانی و ابلهانه گمان میکنی که گویا آیتی را به نفع دروغهای خود یافتی، خداوند میگه ای پیامبر ما، تنها و فقط همو کسایی به جهاد با تو در غزوه تبوک نمیرن که با خدا و روز آخرت ایمان ندارن، در دلایشان شک است، یعنی منافق هستند. و اما دیگرها یعنی مسلمان ها که تعدادشان 30,000 نفر است، اونا با تو با جان و مال خود جهاد کردند و جهاد میکنند. و از این آیت و بعد، یعنی از آیت 45 و بعد تا آیت 88 بیشتر آیات درباره همین گروه محدود و انگشت شمار منافقین است، درباره مکرها و فتنه هایشان، درباره دروغگویی هایشان، درباره بهانه تراشی هایشان، درباره ابن الوقت و فرصت طلب بودنشان، درباره همکاری هایشان با دشمنان، درباره ستون پنجم بودنشان با دشمن و درباره دنیا پرستی و حرص و آزشان و سایر مفاسدشان که تو منافقانه همه اونا را درباره مسلمانای واقعی مدینه تطبیق میکنی و نسبت میتی. یعنی از آیت 45 تا 88 حکم و حالت همه گروه منافق بیان شده که تحت کلمه فقط داخلند. اما خدایا دیگرها چه؟ اونایی که به تو روز آخرت ایمان دارن، اونا چه تعامل با پیامبر تو در این قسم موارد داشتن و دارن؟ آیا اونا هم همین قسم بهانه تراشی و حیله‌گری میکردن و با عذرهای دروغین از رفتن به غزوه تبوک در رکاب پیغمبر تفره میرفتن و میگریختن؟ خداوند پاسخ این سوال در آیت 88 میده که لکن پیغمبر و اونایی که ایمان راستین داشتن و اکثریت بودند و در برابر 370 منافق تعداد اینا 30,000 نفر بود، اینا کاملا دیگه قسم بودند. اونا با قیادت و رهبری پیغمبر گران قدرشان با ایثار و قربانی مالها و جانهایشان در راه خدا و با اخلاص و اطاعت کامل از پیغمبرش جهاد کردند. به طور خلاصه خداوند در آیت 45 مورد استناد تو کذاب و آیت‌های بعدی میگه منافقا چنین هستند و چنان هستند و این عیب دارند و اون نقصه دارند و این فتنه را دامن میزنند و او دسته را برا مندازند، تا که میایه نوبت آیت 88. اونجا میگه اما پیغمبر، یعنی استثناء میکنه، منافقین حالتشان او قسم بود، اما دیگرها چی؟ پیغمبر و مسلمان ها چی؟ اما پیغمبر و پیروان راستینش او تو نیستن، بلکه با مال و جانشان مردانه و فداکارانه و اخلاصمندانه و بدون بهانه تراشی و بدون
جهاد و از دین و وطن خود دفاع میکنند. پیش برو کشیش شفیع که بیشتر رسوا شوی. شدی چه ضرب دو اینال من اقول فکر نمیتونم که چرا خدا ما را میخواه که جنگ کنیم. پیغمبر میگه اینا را به جنگ تشویق کن و باز بعد از او برای ما تخفیف میده در قتل و کشتار مردم. بله کشیش شفیع عیار، توی قول در اینجا فکر کرده نمیتونی که چرا خدا به مسلمانای مدینه میگه که در برابر مهاجمان رومی از خود و زن و فرزند و وطنتان مدینه دفاع کنین، ولی از دیگرها میخوایی که غول شوند و بپذیرند که تو حلق پاکستان دشنباران میکنی. خیلی که آقای تشریف بیارن تا خودشان از شما تشکری و صحبت ها را. گرچه ما در آتشیم و خون غرق، حلق پاکستان گردد دشنباران و مخواه. البته ای تو نیستی که حلق پاکستان دشنباران میکنی، چرا که این کار از توان یک مرغ دزد مثل تو بالاست. کار هر بز یا کار هر خر نیست خرمن کوفتن، همتی میخواهد و مرد کهن. ایجا کم مصرع دوم تغییر دادیم تا به ملت قهرمان ما توهین نشوه و اصل شعر ایست که گاو نر میخواهد و مرد کهن، بلکه دشنباران کردن یعنی کار تو نیست. دشنباران کردن حلق پاکستان و در عموم دشمنای افغانستان کار ملت قهرمان افغانستان است که در همین 43 سال گذشته همین کار میکرد و نه هم اینو آن حزب یا گروه یا حرکت و غیره. و نه هم تو در آتش و خون غرق هستی، تو در فساد و افساد و پلیدی ها غرق هستی، بلکه این ملت قهرمان ما بود که در آتش و خون غرق بود، اما تحت بیرق اسلام عزیز مردانه مقاومت میکرد و پوز دشمنان خود اهم از روس‌ها و امریکایی‌ها و پاکستانی‌ها و ایرانی‌ها و مزدورایشان به خاک میمالید. و تو این مقاومت قهرمانانه 43 ساله ملت این قسم توهین و مسخره میکنی. یعنی 43 سال مردم ما اینمی رقم بازی خوردن. در کشورهای اسلامی همی بازی میشه. 43 سال پیش روی شما 2 میلیون مسلمان کشته شد. عجب هربا، نه بهتر است با مساوی خودت گپ بزنیم که بفهمی. عجب چلپاسه افرنگ استی که ده هر جا رنگ عوض میکنی. ده یک جا از خدا انتقاد میکنی که چرا از مسلمانان میخواهد که در راه دین و وطن خود دشمنان را بکشند و کشته شوند و میگی چرا خدا از ما میخواهد که بجنگم. البته خدا از تو نمیخواهد، چون خدا از مسلمانای شجاع و وطن دوست میخواهد که در راه دفاع از وطن و دین خود بجنگند و نه از کافران و ملحدا. و در اینجا باز میگی حلق پاکستان دشنباران میشه، یعنی یک طرف از خدا و کلام جان پرورش انتقاد میکنی که چرا مسلمانان را میگه با دفاع از دین و وطنتان بجنگین و میگی 43 سال مردم ما همین قسم فریب خوردن و از طرف دیگه مژده میدی که حلق پاکستان دشنباران میشه و مردم را به کشتن و کشته شدن دعوت میکنی. آیا این دجالی و فریبکاری و خاک پاشیدن به چشم مردم نیست؟ آیا تو شعبده‌باز مکار سایکولوژیکلی با عقل مردم بازی نمیکنی؟ آیا این تخفیف دادن از طرف تو به مردم افغانستان نیست که میگی بچیم شما میتونین حلق پاکستان اتمی را دشنباران کنین، رای نزنین، شفیع عیار مرغدست پشت سرتان است. راستی بی حیایی و بی شرمی تو حد و اندازه نداره. چه قسم مردم غول و بی عقل فکر میکنی و برای پر کردن جیبهای خود رقم فیلم بازی میکنی؟ ممکن است و معلوم هم میشه که مردمی که برای چک میکنند و محفل احساسات ضد پاکستانی دارن و تو از احساسات پاک از اونا سوء استفاده میکنی تا نام بکشی و جیبایت پر کنی، در حالی که دشنباران کننده های حلق پاکستان و دیگر دشمنای وطن و دینشان با نهایت گستاخی و بی‌حیایی و دروغ‌های دجالانه به باد انتقاد و استهزا میگیری. نه تنها خود از اونا را بلکه خدایشانه، بلکه پیغمبرشانه، بلکه دینشانه. توفو بر تو ای بی‌حیایی، توفو. پیش برو کشیش شفیع عیار. آیت بعدی 98 ایده از سرانشینان انفاق را که میکنن غرامت حساب میکنن. باز محمد مردمایی که در جنگ هم نمیرفت، همین نفرهای خود گرفته ازشان و زور پیسه میگرفت و مرغش بگی و مالش بگی و گوسفندش بگی که ما به جنگ میریم باید
توشه از اون منطقه که تیر میشه و یک هجری نشینا بود و بیچارا رو در اون میشن مالایشان رو میگرفتن. باز میگه ایده از سرانشینان انفاق کمکی که با ما کردن در حال که نکردن به زور گرفتن، میگه او را غرامت جنگی حساب میکنن، یا نه که به این مانا که و میگن که این مال از ما به زور گرفتن. نه، این انفاق بود، نفقه در راه خدا بود. پادری شفیع عیار اینجا یک دروغی میگی، یک گپ میزنی که از دانت بسیار بزرگ است. خداوند میگه کبرت کلمتا تخرج من افواههم این یقولون الا کذبا. بزرگ است کلمه‌ای که از دانشان میبرایه، اینا غیر از دروغ دیگه چیزی نمیگن، تنها دروغ است. اینجا ای آیه کریمه هم که تو را به مسلمانان نسبت میتی درباره منافقین نازل شده. این من ترجمهش میخوانم با تفسیرش تا مردم بدانند که تو کذاب دروغگوی هستی. و آیت تو رست و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما الی آخر. و برخی از اعراب صحرانشینان یا از اعراب صحرانشین آن است که میپندارد خرج خود را تاوان و انتظار میکشد به شما گردش های زمانه را، بریشان باد گردش بد و الله شنوای داناست. تفسیر: در منافقین اعراب کسانی می باشند که اگر گاهی به مصرف چیزی در راه خدا جل جلاله مجبور شوند، چنان به کراهت آن را مصرف میکنند که گویی غرامت میدهند و همیشه منتظر آنند که مسلمانان از گردش روزگار به مصیبتی گرفتارند و آنها شادی کنند. خبر ندارند گردش بد روزگار بر خودشان طاری می شود. اسلام یقینا فیروز و فایق و این منافقان نهایت ذلیل و رسوا می گردند. خدای متعال ادعیه و اقوال مردم را می شنود و می داند اهل کامیابی و عزت کیست و سزاوار خاری و رسوایی کی می باشد. در اینجا چند مسئله است. اولی که خود همین سوره توبه در آیت 53 تو را تکذیب میکنه، میگه که تو دروغگوی کذاب هستی. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم از منافقین هیچ چیزی نمی گرفت. اینجا میگم قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقین. خداوند به پیغمبرش میگه بگو بر منافقین که خرج کنید به خوشی یا به ناخوشی، هرگز قبول کردن نمیشود از شما، بیشک شمایید قوم نافرمان. در تفسیرش میگه جد ابن قیس که فتنه زنان رومی را بهانه میکرد گفت ای پیغمبر من خود رفته نمیتوانم ولی معاونت مالی مینمایم. پاسخ آن داده شد که هر که اعتقاد نداشته باشد مالش قبول نمیشود، چه به رضا خرج کرده باشد چه به ناخوشی، زیرا با وی توفیق داده نشده که چیزی در راه خدا جل جلاله صرف کند. ولا ينفقون الا وهم کارهون. اگر بالفرض اینا به رضا هم صرف کنند نیز خدا نمیپسندد. سبب آن در آیت آینده ذکر خواهد شد. و در آیت آینده یعنی آیت بعدی آیت 54 خداوند میگه ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله لا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. علت از این چیست که مصارفی که اینا پیش میکنن از روی ریا یا خرجهایی که اینا همین منافقین از روی ریا بر تو دادنی هستن، اما جد ابن قیس که میخواست که میگه من خودم نمیرم اما کمک مالی میکنم، کمک از اینا چرا پذیرفته نمیشه؟ به خاطر از اینکه اینا کفروا بالله و برسوله، به خدا و رسولش کافر هستن، یقین ندارن. تو قرآن کتاب تاریخ میگی، در حالی که او کتاب هدایت است و در او وقایع تاریخی وقایع راستین تاریخی ذکر شده، درست است. اما اگر این تاریخ تو قبول داری و از نصوصش استفاده میکنی به نفع خودت، باید این نصوص دیگر هم 53 آیت 53 و امثالش هم باید بخوانی. از این قسم آیات ابلیسانه باید تیر نشوی. اونه میبینی که آیت به صراحت میگه که به پیغمبرش میگه که از این منافقین چی به رضا چیزی بتن نگی و چی به زور، یعنی نه به اجبار و نه به رضا. یعنی این به این معنی است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دمی کتابی که تو را تاریخ میگی دمی تاریخ این واقع تاریخی هم ذکر شده که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به زور از هیچ کسی هیچ چیز نمی گرفت. اما تو با نهایت چشم سفیدی میگی محمد از کسایی که به جنگ نمی رفتن به زور پول می گرفت، مرغش می گرفت، گوسفندش می گرفت، مالش می گرفت. الا لعنت الله علی الکاذبین. این مرغ دزدی، گوسفند دزدی، این مو خواص خودت است که در زندگیت بارها انجام دادی، حال او را به پاکترین انسان تاریخ نسبت میتی. امیال هم تو کارت کم از مرغ دزدی و گوسفند دزدی نیست. به چشم مردم خاک باش میتی، عقلشان سر عقلایشان خنده میکنی، اونا را غول و احمق فکر میکنی و دروغا را به خوردشان داده روانستی، دروغایی که یک روز نمیگذاره که او افشا میشه.
چه زمانه است، چه دنیایی است که ناپاکترین اشخاص تاریخ به پاکترین انسان تاریخ تهمت بسته میکنند. تهمت دزدی، تهمت قتل، تهمت تاراج، تهمت غارت. این محمد امین، پیغمبر راستین اسلام، پیغمبر رهبر بزرگ بشریت، کسی است که از بس که امانتکار بود، از بس که صادق بود، از بس که پاک بود، در بین قومش حتی پیش از بعثتش به محمد امین شهرت یافته بود و حتی بعد از بعثت هم پیش از این مردم امانتهای خودم میماندن و حتی بعد از بعثتش هم، بعد از پیغمبریش هم که در مقابل از او به دشمنی برخواستن، عموم مشرکین خونخوار قریش سر یک دیگر اعتماد نداشتن، اما امانتهایشان هم میآوردن پیش محمد امین میماندن و تا وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از مکه مکرمه هجرت کرد، امی امانتها رو پیش میماندن و در وقت هجرت به حضرت علی رضی الله عنه گفت که امانتهای مردم بگی ببر برشان تقسیم کو، برشان تحویل بده. تو در دروغگویی و خاک پاشیدن به چشم مردم و تحریف حقایق حتی دست مشرکین مکه را، یعنی بدترین دشمنای رسول خدا را از پشت بسته کردی. اونا اگر دشمن بودن ولی باز هم کمی مردی و کمی وجدان داشتن. چنانچه ابو سفیان که در آغاز اسلام مشرک بود، با تعدادی از مشرکین به نزد امپراتور روم رفت تا علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم تبلیغات کنه. اونجا امپراتور از او پرسان کرد آیا همین کسی که ادعای پیامبری میکنه گاهی در عمرش دروغ گفته؟ ابو سفیان گفت نه. یعنی مشرکین او وقت که شدیدترین و بدترین دشمنای پیغمبر بودن، از صفات پسندیده و خجسته پیامبر بزرگ اسلام منکر شدن نمیتوانستند، چون کمی وجدان و کمی مردی داشتند. اما تو که چیزا را نداری، ببین که چه قسم دروغ پشت دروغ قطار میکنی و آنم دروغ بسیار شاخدار و دمدار. اگر میال خدا تمام دروغگویان تاریخ زنده کنه و با دروغگویان زنده فعلی همه جمع شوند، وقتی دروغهای تو را بشنوند از تعجب شاخ خواد کشیدن که این دروغگوی بی حیا. ما هم خود دروغگو میگفتیم. گوسفند گفتی، ما قصه گوسفنددزدی عساکر روسی را که مثل تو ملحد و بیدین و بی ایمان بودن در وقت اشغال افغانستان که چطور در جلال آباد در خانه رفتند و به قصد گوسفنددزدی رفتن، البته به 6 تا زن جوان تجاوز کردن، اونا را کشتن. یک موی سفید هم اونجا بود، او را هم کشتن و اجسادشان آتش زدن. اینا را کلش این قصه را ما در بخش 4 بیان کردیم و این قصه را کسی که بخواه میتونه در کتاب در پشت پرده جنگ افغانستان که مشاور ارشد روسی در زمان اشغال کشور توسط روسای خونخوار نوشته و مترجم توانا آقای عزیز آریانفر او را به دری برگردانده بخوانم. بیا حال قصه واقعی دیگری را بشنو که در گوسفند ارتباط داره و او را ابو داود روایت کرده و او این قسم است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم در سفری با 30 نفر از یارانشان از محلی گذشتند که در اونجا یک چوپان گوسفندایش میچرانید. پیامبر و یارانش سخت گشنه شده بودند. اونجا آیا علیه بالله پیامبر و اصحابش مثل عساکر روسی عمل کردند؟ هرگز نه. نزد چوپان رفتن، گفتن از گوسفندایت یکیش بر ما میفروشی؟ چوپان گفت بله. پول یک گوسفند جمع کردند، گوسفند خریدند و کباب کردند خوردند. اگر پیامبر و یارانش میخواستن میتونستن گوسفند به زور از چوپان بگیرن، اما این کار نکردن. این قسم وقایع در زندگی آفتابگونه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و اصحاب کرامش بسیار زیاد واقع شده که ما در بحث‌های آینده برخی از اونا را براتون تشریح میکنیم. خب پادری شفیع عیار پیش برو که ببینیم دیگه چی دروغای بزرگ به خورد مردم دادی. هنوزم مردم با این همه کارا هنوزم مردم به گفت محمد نمیکنن. ما شما فکر میکنیم که محمد هر چی که میگفت کل لگی میده. تا آخر که محمد مرد کسی باور نداشت، کل میگفت تو دروغگو هستی. در قرآن است کل از این گپا. پادری شفیع بیدل صاحب دل میگه شرم مردان را وقار است و زنان را زیور است. راستی هم کسی که شرم نداره وقار نداره و در ژرفترین چای پستی و ذلت سقوط میکنم و رذیلانه ترین دروغ ها را میگه. تو از یک طرف قرآن سخن محمد میدانی و میگی محمد اتو گفت و تو گفت و از طرف دیگه میگی همین گپ در قرآن است. آیا کسی که کتاب نوشته میکنه در کتاب خودش بدگویی خود میکنه و میگه من دروغگو هستم، مردم گپای ما را باور نمیکنن؟ آیا تو با وجود از این که تا حال میلیون ها دروغ به خورد مردم دادی، کدام وقت در کدام برنامه چتلت گفتی که امی شفیع عیار یک شخص بسیار دروغگو، فریبکار و مکار است
آیا تو با این دروغ‌های ننگینت به عقل و خرد طرفدارات خنده نمی‌کنی و اونا را گله‌های از گاو و گوسفند نمی‌دانی که تو به هر طرف که بکشانیشان همون طرف میرن؟ یک شاعر میگه این عواو سگان شما نیز بگذارد. در تاریخ بسیار شیاطین دوپای دروغگو آمدند و بر سردار انبیا تاخت و تاز کردند تا نام مبارکش و قرآن منورش از صحنه هستی محو کنند. اما اونا در زبالدان تاریخ سرنگون شدند و نام محمد همچنان در آسمان هدایت می درخشد و خفاش های مثل تو را برنج و علم گرفتار می سازد. تو هم حتی اگر 1000 سال عمر کنی سرانجام به زبالدان تاریخ سقوط می کنی و این خیزک ها و جستک هایت خدشه‌ای به آبروی سردار عالم وارد کرده نمیتونم. مهتاب که نور پاک دارد از بانگ سگان چه باک دارد. مهدی اسماعیلی شاعر ایرانی میگه محمد تا ابد تابنده چون خورشید خواهد ماند. خداوند به سردار عالم در قرآنش میگه ما نام تو را بلند ساختیم و رفعنا لک ذکرک. حال ما یک محاسبه میکنم تا تو از حقد و کینه در بگیری. ببین در دنیا 2 میلیارد مسلمان وجود داره. از این 2 میلیارد اگر 1 میلیاردش نماز بخوانه، در حالی که بیشتر نماز میخوانن و عبادت اسلامی را انجام میتن و ای از پر شدن مساجد در همه دنیا آشکار است، خب ما همون 1 میلیارد میگیریم. 1 میلیارد روزانه 5 وقت نماز میخوانن و در آغاز هر نماز اذان میتن و اقامه میگن. در هر نماز 5 دفعه در تشهد نام مبارک محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و در هر اذان هم 2 دفعه و در هر اقامه هم 2 دفعه که مجموعاً میشه 10 دفعه و با تشهدها میشه مجموعاً 25 دفعه و این 25 ضرب 1 میلیارد بکنی میشه 25 میلیارد. یعنی در یک روز 25 میلیارد مرتبه نام مبارک محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم با نام خداوند متعال بر زبان پاکان نمازخوان تکرار میشه، در حالی که نامهای خدایان تو مارس و انگلس و ماورا کسی یک دفعه هم به زبان نمیاره. ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا. بیشرمانه میگی که مردم گپای محمد باور نمیکردن. اگه این دروغ شیطانی تو راست باشه، در حالی که دروغ بسیار ننگین است، پس محمد چطور با کدام مردم در مدینه دولت تشکیل داد و باز رفت مکه را فتح کرد و بعد دینش عالمگیر شد؟ این چیزا خود کلش در تاریخ وجود داره. میگی دروغات در قرآن است. اگه یکی از پرستنده هایت کم وجدان داشته باشه و قرآن مکمل بخونه، میبینه که تو چقدر فریبکار و شعبده باز هستی. از 10 آیتی که محبت و اطاعت اصحاب ایثارگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را در برابر ذات پاکش بیان میکنه، چشم پوشی کرده و اونا را پوت میکنی، چنانچه در سوره توبه همین کار کردی. در آخر من نمونه های از عشق و محبت اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم را نسبت به پیامبرشان و دینش ذکر میکنم تا کسایی که وجدان دارن و به دنبال یافتن حقایق هستند یک تف کلان با آدرست بفرستند. خانواده یاسر که خودش و زنش سمیه و فرزندشان عمار توسط پیر و مرد ایدئال تو ابو جهل در شدت گرمای مکه شلاق میخوردند و تعذیب میشدند تا از دینشان برگردند. اونا با کمال استقامت و استواری مقاومت میکردند تا که سمیه و یاسر هر دو به شهادت رسیدند. بلال ابن رباح را بادارش امیه ابن خلف به حدی تعذیب میکرد که خودش، یعنی خود امیه خلف و ابن خلف خسته میشد و عذر میکرد که ای بلال یک مرتبه محمد و دینش بد بگو. اما بلال میگفت احد احد، خدا یکیست، خدا یکیست. خبیب ابن عدی یکی از مسلمانان اوایل بود که مشرکین اسیرش کردند و زنده زنده پوستش سلاخی کردند. پیش از این کار از او پرسیدند که آیا تو خوش هستی ما به عوض تو محمد تعذیب کنیم و تو در خانه نزد اهل و اولادت باشی؟ گفت با خدا قسم اگر مرا تکه تکه کنین به این راضی نیستم که با پای محمد صلی الله علیه وسلم یک خار بخله. نصیبه بنت کعب یکی از صحابیات بود که وقتی شنید که در جنگ احد 4 فرزند و شوهرش شهید شدن، پرسان کرد که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چطور هستند؟ گفتند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به فضل الهی خوب هستند. گفت خدا را شکر، اگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خوب باشند دیگه هر مصیبتی که وارد شوه او مصیبت بزرگ نیست برای من، مصیبت اهمیت نداره. مصیبت ای بود که اگر آزاری به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می رسید در اون صورتی مصیبت بزرگ بود. و به همین قسم دمی غزوه احد
وقتی که مسلمان ها در اثر یک اشتباهی که بعد از پیروزی مرتکب شدن شکست خوردن، اصحاب کرام تعداد زیادی از اونا به گرد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اجساد بدنهای مبارک خود را دیوار ساختن تا از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حمایت و او را حفاظت کنند در مقابل حملات دشمن. از جمله یکی ابو طلحه نام داشت که گفت به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نهری دون نهری که یا رسول الله، گفت سینه ما سپر سینه تو یا رسول الله. و همین قسم یک صحابی دیگه با نام ابو دجانه خود از سپر ساخته بود. اینا و تعداد زیادی از اصحاب کرام قسم خود از سپر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ساخته بودند که هر چه نیزه و تیر به بدنهای مبارکشان اصابت میکرد از جایشان شور نمیخوردن تا اینکه به شهادت میرسیدن. و همین قصه ثوبان رضی الله عنه یکی دیگه از اصحاب بسیار شگفت‌آور است و او به این شکل بود که ثوبان یک چند روزی نتوانست رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را ببینه. وقتی که بعد از چند روز آمد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دیدن که رنگ از این زرد شده. گفتن که ثوبان چه شده؟ مریض هستی؟ گفت نه یا رسول خدا، نه مریض هستم، نه کدام تکلیف دارم، فقط کل غم من امیسته که من نمیتونم در روز قیامت تو را ببینم، به خاطر از اینکه در بهشت اگه من رفتم مقام تو با انبیاست، مقام تو بسیار بلند است، من نمیتونم تو را ببینم و اگر در دوزخ رفتم در اون صورت خود هیچ دیده نمیتونم. بازمو بود که این آیه کریمه 69 سوره نساء نازل شد که خداوند میگه کسایی که از خدا و رسولش اطاعت میکنن اونا با انبیا و با صدیقین و با شهدا و با صالحین یک جای می باشند و اینا بهترین رفقا هستند. از حضرت علی رضی الله عنه پرسان کردند که شما رسول خدا را چه قسم دوست داشتین؟ گفت که ما رسول خدا را از جانهای خود، از مالهای خود، از اولاد خود، از پدر و مادرای خود کرده زیادتر دوست داشتیم. مثل امو تشنه‌ای که به انتظار آب سرد است، از این هم کرده زیادتر ما رسول خدا را دوست داشتیم. به می شکل یک شخص به نام عروه ابن مسعود کسی بود که از طرف مشرکین همیشه برای مذاکرات با دیگران می رفت. به نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمده بود که از طرف مشرکین همراه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مذاکره کنه. وقتی که برگشت گفت که به خدا قسم ما در هر جای رفتیم پادشاه ها را دیدیم، امپراتورا را دیدیم، قیصر را دیدیم، کسرا را دیدیم، نجاشی را دیدیم، با همه از اینا ششتیم، ولی هیچ کسا، هیچ پادشاهی را، هیچ امپراتوری را، هیچ رئیسی را ندیدیم که اتباعش او قدر او را دوست داشته باشه قسمی که اصحاب رسول خدا، اصحاب محمد دوست دارن. در این مورد داستانهای زیاد وجود داره که ما انشاءالله در بحثهای آینده اونا را برای شما میگیم. و اما شاعر میگه که قیاس کن ز گلستان من بهار مرا. تو این قسم شخصیت، این قسم پیامبری را که اصحابش، پیروانش جانهای خدا، مالهای خدا، هست و بود خدا فدایش میکردن، میایی و با کمال بیشرمی، با نهایت بیشرمی میگی که محمد مردم بد میدیدن تا وقتی که میمرد او را میگفتن که تو دروغ میگی. الا لعنت الله علی الکاذبین.